آسمان می گداخت. زمین گر گرفته تفدیده بود. جماعتی مدهوش، غضب آلود و عصیان زده، عده‌ای منقلب خیره بر اندام دردآلود. کوره راهی منقوش به خطی کج و گاه عمیق بر خاک، باری چوبین و گرد شکن، خمیده شانه‌های بیتابش زیر دینی که جانش را خواهد گرفت، و قلبی آکنده از درد اما آسوده، قدم سنگین بر آستان کوهی، بر فراز مصلوبگاه خویش گام برمی داشت. بوی نخوت و انکار مشام می آزرد. نگاهش آرام بر چهره‌های برآشفته می گذشت. اقلیتی اشک‌ریزان، جماعتی عربده زنان، فضا مالامال از انعکاس لجام گسیختگی و تعفن کج‌اندیشی بود. گام به گام افتان و خیزان، اما استوار، بی هیچ نشان از گریزی، به مسلخ تن بی جان خود می کشید. اندیشش آشفته از هیجان دقایقش و ترس پیکر انسانیش را در بر گرفته بود. گلویش خشک و نفس زنان، چشمانش تر، به آسمان خیره شد. نگاهی آشکارا پرتمنا، لحظه‌ای درنگ، و تازیانه آشنای گرده‌هایش زخمی نو زد. بر زمین غلتید، خاک گلویش را بی محابا پر کرد. اقلیت اشک‌ریزان ندا در دادند: رهایش کنید، رهایش کنید. به زمزمه ای میماند در آن هیاهو: مصلوبش کنید، بر میخ بیاویزیدش، مصلوبش کنید. تلاطمی بود نعره ها و باز تازیانه ای دیگر. میخ غضب و کینه آدمی بر دستانش نشست. زجه شکافتن استخوان پا تمام وجودش را در هم فشرد. تازیانه دیگر. حال افراشته بر صلیب گرده‌های خویش و تاجی از خار پیشانیش را رنگین به خون کرده بود. نگاهی دیگر بر آسمان، پرسوز و ملتمسانه. ناله و شیون زنان گوش می خراشید. اما عربده زنان را دیگر یارای فریاد نبود. مصلوب سر برافراشت، چیزی گفت: ایلویی ایلویی لما سبقتنی. یعنی الهی الهی چرا مرا ترک کرده ای؟ نیزه‌ای پهلویش را درید. خونابه بر زمین نقش بست. مصلوب چیزی طلب کرد: پدر ببخشایشان، زیرا که نمی دانند. سر به زیر افتاد. سکوت
مرگ را نوید می‌داد. نه مدافعی و نه دیگر مدعی در میدان نبود. و اما ندانستند او که بود و نمی‌دانستند در سومین بامداد، آری نمی‌دانستند، و اینک او برخاسته.